درود به این ساعت خبر از یک خوش آمدین. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرده است که 11مین دور حملات خود به اهداف در خاک ایران به پایان رسیده است. همزمان رسانه‌های ایرانی از فعال شدن سامانه‌های پدافند هوایی در چندین شهر خبر داده، همچنان برخی رسانه‌های محلی گزارش دادند که در پی حمله هوایی آمریکا به یک پایگاه نظامی در شهرستان بهبهان آتش سوزی گسترده رخ داده است. تاکنون مقام‌های ایرانی جزئیات بیشتر درباره میزان خسارات و تلفات احتمالی این حمله منتشر نکردند و این گزارش‌ها به طور رسمی و مستقل تایید نشده است. ایران و امریکا در 11مین شب جنگ بار دیگر پایگاه‌ها و مراکز نظامی و تسلیحاتی یکدیگرشان را بمباران کردند و آتش جنگ همچنان در خاورمیانه شعله‌ورتر باقی مانده است. ایالات متحده از هدف قرار 19 نقطه در ایران خبر داد و گفت که در تمام این حمله‌ها مرکزهای تسهیلاتی و پهپادهای جمهوری اسلامی هدف قرار گرفته است. همزمان با این پت هگست وزیر جنگ امریکا اعلام کرده است که دونالد ترامپ قصد ندارد مانند جنگ‌های طولانی مدت عراق و افغانستان درگیری‌های فرسایشی گرفتار شود و در قبال ایران نیز از چنین رویکرد پرهیز خواهد کرد. با گفته وی سیاست امریکا برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای متمرکز است، نه تغییر نظام یا ساختار اجتماعی این کشور. Iran is at the weakest point militarily it has ever been in the past decade. من میپذیرم که آنها همچنان برخی توانایی‌های نظامی را در اختیار دارند و در این موضوع تردیدی نیست، اما در جریان عملیاتی که انجام داده ایم آنقدر به آنها آسیب وارد کرده ایم که ایران اکنون در ضعیفترین و بدترین وضعیت تاریخ خود قرار گرفته است. در سوی دیگر پس از انتشار گزارش‌های مبنی بر حملات امریکا بر بخش‌های از ایران در 11مین شب متوالی، ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرده است که با استفاده از پهپاد پایگاه‌های امریکا در کویت را هدف قرار داده است. در بیانیه ارتش این کشور آمده است که در مرحله 21 عملیات خود انبارها و مهمات تجهیزات لوجستیکی نیروهای زمینی امریکا در پایگاه الهدى در غرب کویت را با پهپاد انهدام هدف قرار داده است. ایران میگوید که در صورت حمله به سایت‌های هسته‌ایش مرکزهای هسته‌ای امریکا را نشان خواهد گرفت. ما به ترور پاسخ هموزن خودش خواهیم داد. یه پیام خیلی روشن هم به دشمن بدیم و اون این هست که ترور بکنید ترورتون میکنیم، برای اینکه اونا بدونن بزن در روی تموم شده. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به پرسش مبنی بر اینکه آیا ایران حمله‌هایش بر ضد آمریکا و متحدانش متوقف خواهد کرد یا خیر، تهران با عجله و اشتیاق فراوان خواهان مذاکره است، در حالی که درگیری‌ها همچنان ادامه دارد. Why do you know something that I don't know? Well, they continue to attack our allies and You kill don't know what Americans. the dialogue is behind the scenes. تو از گفتگوهایی که پشت پرده در جریان است هیچ اطلاعی نداری. آنها به عجله می‌خواهند با ما دیدار کنند و به جنگ پایان دهند، چون به شدت ضربه خورده‌اند. اما تو این واقعیت را درک نمی‌کنی، چون فقط بر رسانه جعلی خود گوش می‌دهی. تو نمی‌دانی، تو از هیچ چیز خبر نداری. The problem we're having right now is that they're not serious about talks. If they're serious, we're serious. If they're not, then we will do what is necessary. مشکلی که اکنون با آن روبرو هستیم این است که آنها درباره مذاکرات جدی نیستند. اگر آنها جدی باشند ما هم جدی خواهیم بود، اما اگر جدی نباشند برای حفاظت از منافع خود و همچنان منافع متحدانمان هر اقدامی که لازم باشد انجام خواهیم داد. این اظهارات در حال مطرح می شود که قطر حمله‌های پسین ایران به اردن، بحرین و کویت را به شدت محکوم کرده و این حملات را نقض آشکار حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورهای یاد شده دانسته و تهدید جدی برای امنیت منطقه، آزادی کشتیرانی و تامین انرژی جهان به شمار می رود. پت هگست وزیر جنگ آمریکا روز سه‌شنبه در نشست پرسش و پاسخ سنای آمریکا در پاسخ به پرسش درباره توانایی ارتش ایالات متحده جهت نابودی تأسیسات زیرزمینی در ایران گفت بخش زیادی از توانمندی‌های آمریکا محرمان است، اما اگر کسی در این جهان بتواند به هر نقطه روی زمین دسترسی پیدا کند آن ارتش ایالات متحده است. ارتش قدرتمند و نیروی نظامی که در جهان است متعلق به ایالات متحده است و این مسئله به گزینه‌های موازنه مربوط می شود.
وال استریت ژورنال به نقل از مقامات آمریکایی در گزارش اختصاصی نوشت که دونالد ترامپ با توافق تاریخی با عربستان سعودی به صورت رسمی توافق کرده است که بر اساس آن این کشور به یک برنامه هسته‌ای غیر نظامی دست خواهد یافت و به طور بالقوه امکان غنیسازی یورانیم در خاک عربستان نیز فراهم خواهد شد. زهران ممدانی شهردار نیویورک گفته است که این شهر صلاحیت قانونی بازداشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را ندارد و نمیتواند حکم بازداشت صادر شده از سوی دیوان کیفری بین الملل را اجرا کند. ممدانی که پیش از این در جریان کارزار انتخاباتی خود وعده بازداشت بنیامین نتانیاهو را داده بود، گفت اداره او تمامی راه‌های قانونی موجود را بررسی کرده است، اما اجرای این حکم در صلاحیت حکومت فدرال آمریکا قرار دارد و همچنان از واشنگتن خواسته است در صورتی که نتانیاهو برای حضور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کند، حکم بازداشت دیوان کیفری بین الملل را اجرا کند. قرار است نتانیاهو در ماه سپتامبر برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کند. از توجهتان سپاس. تا دیدار دیگر، بدرود.